بابا جان واسم دوچرخه میخری؟ بابا جان نفست از جای گرم بلند میشه. میدونی دوچرخه ها چند شده؟ به نفته که همکاری کنی اگر نه بینمون کدورش پیش میاد. یا برای بابا کیسی از همین لحظه هر چی دیدی با چشم خودت دیدی. قلم برف میزنی. ببخشین دکتر آرشا. که باشم هر جا که باشی تو باید باشی تا دل ماما جان بابا تو رو تو گوشیش میمون سیف کرده. بابا جان برای چی این کار کردی؟ اوقاتمو مکدر کردی. چی تو چیکار کردم؟ اعصابمو به هم ریختی. و الان چیکار کنم که به مامانت بری بگی که کار تو بوده؟ همین خوبه دیگه. آره ولی اگه همون اول میخریدی نه بینمون کدورت پیش میامد نه کتک میخوردی. حالا اب نداره. باز خدا رو شکر این فروشگاه شهروند رو پیدا کردیم. فهمیدم اینجا هر چی که میخوای بدون پیش پرداخت با اقساط دلخواه خودت بهت میدن. یکی دو روز دیگه هم یک 207 قرار قرعه کشی کنن. دعا کو به اسم مامان میفته. حالا که تو شهر خریدن برو به مامانت بگو کار خودت بوده دیگه. مامان بابا گفت برو به مامان بگو غلط کردم. تازه گفت هر لوازم خانگی از اینجا خواست بخره حساب میکنم. واقعا